از جنت چیکار جنایتکارا را بیرون کنه. حضرت بابای آدم علیه السلام از جنت پرت کردن، بیرون کردن، آمد در کوه سرنده افتید. حضرت مادر ماما هوا چی در شهر بالای کوه عرفات آمد افتید، صخره مشرفه. هر دوشان در بیجا 500 سال بین زن و شوهر جدایی شد. 500 سال حضرت آدم علیه السلام از داد و فریاد به جای رسیدن. 500 سال گریه شمی بود. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بارا الها بر نفس خودم ظلم کردم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، من از تو مغفرت میخواهم خدایا، بخشش میخواهم. و ترحمنا، بر حال من مهربان باش، ترحم کن. لنکونن من الخاسرین، خدایا ما با همراهی زنم از جمله زیانکاران شدیم. از جنت رانده شدن ما سببش چی؟ пайғамбари ислом дуруди худованд бар ӯ бод мефармоянд: ҳиҷома шифои уммати ман аст. шумо агар аз бемориҳои фишорбаландӣ, астрахандроз, радикулит, простатит, грижа, ревматизм, бемориҳои системаи хунгард, фишори хун, бемориҳои дил, дарди сина, тангии нафас, дарди сар ва дарди чашм ва ё ин ки хирагии чашм ва инчунин аз вазни зиёд ё ин ки камвазнӣ ранҷ мебаред, ҳатман дар рақамҳои рӯи экран буда дар тамос бошед. бахтиёр ҳиҷома дар хизмати шумо ҳаст. суроғаи мо: шаҳри Москав, Верхнополия, дом 48 дар наздики бозори Садовод. ҳатман дар рақамҳои мо дар тамос бароед. از جنت رانده شدن ما سببش چی؟ خداوند آدم قطعی زنش روزی جمعه خلق کرد، قالب انسانش انسان شد. روزی جمعه وارد جنتش کرد و روزی جمعه از جنت بیرونش کرد. و روزی جمعه دعای آدم علیه السلام چی؟ قبول کرد. بعد 500 سال در شهر جده مبارک سعودی، عربستان سعودی، بعد 500 سال هر شهر چی؟ رو کرد. بعد 500 سال دیدی اندک لفظش چیکار کرد؟ الله گفت که هذه شجره، این درخت را نخورد. اون نخورد، بخورد، فرمان ترک فرمان کرد. الله میگه کسی در دنیا نماز نمیخواند چنین از بهشت رانده. شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد، خود را زی بهر سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه به زی مرد بی نماز که او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. او سجده آدم نکرد که به این بلاها گرفتار شد. این آدم در یک چند سجده خدا را ترک کرد. چه بلای عظیم بالاش میاد بی نماز دارد، بالای عظیم میآید. خدا چی گفت؟ هر که بر نفس خود ظلم کرد یا لرزش کرد یا کاری زشت انجام داد، سپس از خدا طلب چی؟ آمرزش کند، بخشش طلب کند. بگرد خدایا ببخش و مهربان و خدا را بخشنده و مهربان می‌یابد. وقت طلب استغفار کرد یک انسان، الله را چی؟ مهربان می‌یابد. زیرا که الله رحمان و رحیم است. قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اگر گناه شما مثل کفک دریا باشد، دریا را ببینید وقتی میجوشد باز کف میشود که او را شمار کردن میشود. اگر گناه شما با شماره ستاره های آسمان باشد، گناه شما اگر برگ بیابان برابر باشد، پس چی؟ توبه نصوح کرده الله شما را میبخشد. الله بخیل نیست، ممسوک نیست. الله رحیم است، الله کریم است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب الله تعالی بكم وجاء بقوم يذنبون فستغفرون الله تعالی فیغفر لهم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوگند خوردن، قسم یاد کردن، گفتن سوگند به کسی که نفس من در دست اوست، چنانچه شما ای مردم گناه نمی کردید
خدا شما را از بین چی؟ می برد. گروهی دیگر می آفرید گناه میکردن، طلب آمرزش بود. دیدی رسول الله گفت قسم با خداگاه مردم اگر شما در دنیا گناه نمیکرده، اگر گناه نمیکرده خدا شما را از بین میبره، یک قوم دیگر را میآفرید که گناه بکنن، بعد گناه کردنشون گردن کج میکنن در الله. خدایا ما گناه کردیم، گناه ما نبخش. الله میگه من دوست میدارم همون سخن، همون آوازی که آواز گناهگار باشه. این بچه گناه کرد، شب میخواد ربا گناه کردم، خدا میدانم که گناه دارم، گناهی مرا ببخش. الله میگه من چنان دوست میدارم که آوازش برای ما محفوظ است. از خواندن قرآن براش محفوظ تر است. الله میگه که گردن کج در خدایا گناه ما ببخش، الها گناه ما ببخش. میگیرد بنده برای بخشش گناهش، شب میخواد زاره میکنه. چند صدا را الله دوست میداره. یکی صدای جوانی که در جوانی جوان است که بچه‌های یاشه گناه میکند، اندک گناه وجدانش چی دیگر به طاقت میکنه. خدایا گناه کردم، میترسم که برای واسه این گناه مرا چی عذاب بدی، اگر من طاقت عذاب ندارم. الله میگه من گناهش میبخشم. اگر شما گناه نمیکردید، از من چی خدا شما را میبره و گروه دیگره میآفرید که گناه میکنه و طلب آمرزش میداره و خدا آنها را چی میبخشید. انسان طور خلق شد که عادتا از گناه مسئول نیست. هیچ که ایمان شما از گناه چی مسئول نیست. گناه میکنیم خواهیم نخواهیم، اما مهم آن است که انسان اگر عملی ناشایسته انجام داد فوری توبه کند و واسه خدا بگردد. گناه کردن مهم نیست، گناه همه میکند، توبه گناه مهم است. خدای نخواست شیطان وسوسه کند که گناه بکنی، دوباره وسوسه کند که نمانه که توبه کنی. گناه کردی زود پسش توبه بکن. یه بار توبه بکن و بتشویش کرد. یه انسان گناه میکند، دو منکر و نکیر کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ملائکه‌ای که خاتمان شما دائمی هستند، خواب بیدار، در ماشین، در موتور، در سامانه، در آسمان، در زمین، همه حالت چی تا مردن تا هستند. همه یکی مردی روح با مجردی که از بدن برآمدن هر دهکش دلهاش را جمع میکنن، پپکهاشون تا کیت میکنن، مثلا میروند همون جایی که مردی اینا میروند. لیکن نمرده یک آدم گناه میکنه، ملائکه دست راست پشتگیر انسان است. ملائکه دست چپ زود کتابت میکنه، او دست ایره میخته دست راست. برادر چرا سیمایی این بنده گناه کرده، الله ایره چی امر به توبه کرده از چرا، ولی گناه توبه نشده را تو میبخشی، مینایسی 3 روز نمیمانه شب. بنابراین تا 3 روز حق توبه کنی داره انسان. 3 روز نمیمانه شب گناه شد برسه دستی چپ. بعد 3 روز این مردک وقتی گناه کرد، در بالای گناهش تکبر کرد، توبه نکرد، پس چی؟ دیگر ملائکه دست راست ناامید میشن مگر اینکه بلندش. اگر خدای نخواست گناه هر انسانی را که این ملائکه دست چپ در دفتر اعمالش که نوشت، دیگر این 2 چیز از بین میبرد برادرای عزیز. یا توبه نصوحی را از بین میبرد، یا علاوه دوزخ را از بین میبرد. یا گریه شب، یا که علاوه دوزخ برادرای عزیز. از خدای پاک میخوام خدا همه ما شما را از گناه محفوظ می‌دارد. اگر محفوظ نمی‌دارد گناه میکنیم، پروردگار توفیق توبه نصوح برامون نصیب بکن. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا